بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي بعث الانبیاء والرسول للهدایة العباد وافضل الصلاة واتم السلام على رسوله محمد خاتم الانبیاء والمرسلین حب القلوب وشفائها محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الله سبحانه و تعالی ما و شما را در این سحری پرفیض، در این سحری پربرکات و در این خاندان مبارکی طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم انشاءالله توی دارن. اولا ما این برادر ظریف جانه به توی این عروسیشو و این داماد و عروس امروز را خداوند تبریک و مبارکباد میگیم. الله سبحانه و تعالی البته چنانه که بزرگان دعا کردن بین انشاءالله این دو نوجوان محبت پیدا نماید، محبت انشاءالله آدم و حوایی. من وقتی که حضرت آدم علیه السلام الله آفرید قرار نگرفت، از قرغه چپش ما حوا را آفرید و تمام زیبایی های دخترای روی دنیا را که بوی که داد و مجردی بیدار شدن طاقت نکرد، دست دراز کرد. الله گفت ای آدم دست بکش تا اینکه انشاءالله نکاح شوی، تا اینکه انشاءالله مهر این زن بدهی. بینین که انشاءالله الله مهری ما حوا را در دل حضرت آدم قرار گیروند و طاقت نکرد که تا اینکه انشاءالله بی سرانجام شد. همین محبت الله سبحانه و تعالی بین این دو نوجوان پیدا نماید. و آن محبتی که بین انشاءالله یوسف و زلیخا، من بینین چنان یوسف نه عاشق شد که هرگز طاقت نمی کرد. حتی دخترای مصر یعنی کرا حضرت انشاءالله که آخر عاقبت به ایمان مشرف شد، زلیخا را طعنه کردن که تو اینقدر یوسف دوست می داری. گفت نباشم، گفت من شما را می سنجم. و در یک خانه میگه زنها را جمع کرد و در پیشون طبقای سیب مون گفت سیبا را پوست کنین. در حالت سیبا را پوست کردن حضرت یوسف گفت یک به همین خانه گذر کن. وقتی که به همین خانه که گذشت تمام دستاش نین دخترای مصر بریدن. بینین انشاءالله همین گفت خیلی گفت من اینا دوست ندارم. این زیبایی یوسف بین که الله عشق در دل من انداخت. بینین انشاءالله طاقت نمی کرد. آخر عاقبت یک جایی مهمترینش بینین وقتی که بعد انشاءالله نکاح شدن حضرت انشاءالله یوسف کتی دروازه را میگه محکم کرد زلیخا. هرچند حضرت یوسف میخواست که داخل شود، آخی گفت زلیخا آخی اینقدر من بچه اندازه ها، بچه تهمت ها، بچه انشاءالله عذاب ها مبتلا کردی، امروز دروازه تا محکم میکنی. گفته که این عشق الهی دیگر عشق بوده است. مدامین انشاءالله بینین همین محبتی که بین یوسف زلیخا الله داد، آرزو میکنیم که بین این دو نوجوانی که انشاءالله هرچم انشاءالله صالح هستند، نمازخوان هستند، عبادت کننده هستند، الله سبحانه و تعالی انشاءالله الها پیدا نماید. و آن محبتی که بین محمد مصطفی و خدیجه الکبرا داد. بین خدیجه اولین عاشق محمد شد صلی الله، حتی که دنیاش مال و یگان چیز برای محمد صلی الله علیه و سلم دریغ نداشت. عزیزان من حتی اینکه 15 ساله خودشو میده بودن، محمد صلی الله علیه و سلم و عشق حقانی بود، عشق که انشاءالله برای رسیدن وصال محمد صلی الله علیه و سلم بود. الله سبحانه و تعالی الحمدلله مناسب دید، گرچه از خودشو کلان سال باشدم، لکن انشاءالله محبت صمیمی حقیقی الله سبحانه و تعالی بین هر دوشو پیدا کرد.
قرار بود که انشاءالله تمامی 28 سال عمرش نه الحمدلله در راهی که خدمت محمد صلی الله علیه و سلم و در راهی خدمت اسلام عزیز، اولین زنی که انشاءالله در تاریخ اسلام ایمان آورد این کی بود؟ این مادر ما و شما خدیجه رضی الله تعالی عنها بود که حتی اینکه اولین شدن بیان اسلام کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الحمدلله با توفیل محمد صلی الله علیه و سلم که عشقی که داشت الله سبحانه و تعالی انشاءالله مناسب دید. و 6 فرزندم الله سبحانه و تعالی از همین کی داد؟ از انشاءالله خدیجه مادر داد. همین محبت صمیمی را الله سبحانه و تعالی بین آنها پیدا نماید و آن محبتی که بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا پیدا کرده بود. عزیزان من این محبتی که انشاءالله پیدا کرد عزیزان من باور میکنین تاریخ اگر فاطمه را خوانین تاریخ علی را خوانین چنان یک دیگر را دوست می داشتن که یک دقیقه از دیگر جدا نمیشدن. الحمدلله دائم شب و روز خدمت صمیمی میکرد. حتی میدونین در یک شب چند مراتب انشاءالله بخواهن ازدواج میکردین. یگان بار فاطمه مادرمو سرکشی نمیکرد است. ببینین چنان محبتی که داشتن. ببینین الله سبحانه و تعالی حتی که بیچاره با دست خودش اسیاب میکردن آرد میکرد. یعنی فاطمه مادرمو ببینین یه روز میگه بسیار زحمت کشیدن پیش میگه پیغمبر علیه السلام رفته گفتن یا پیغمبر از همین یگان انشاءالله خدا خواهد که در جهاتا بعضی آنشا زنها که در انشاءالله میافتیدن گفت همین یگان چه بوده خدمتی من بکند. پیش رسول الله رفتن رسول الله نبود. عایشه مادم شکایت کردن. عایشه وقتی که رسول الله شکایت کردن شب نیم شب بود میگه ما در جاگه خواب بودیم پیغمبر علیه السلام میگه دروازه تخته کرد میگه اومد دور مد در مابین مشته گفت که ای گفت فاطمه گفت میدانی گفت از این کنیزه کنم بهتر کلمه سبحان الله الحمدلله الله اکبر گفت. همین تکبیرات تکبیری چی بده است؟ فاطمه رضی الله تعالی عنها اعلان شد در تمام همین را گفت از اون کنیزی که میگیری خدمت میکند گفت وای گفت برایت بهتر است. چنان محبتی صمیمی هرگز مثال من عادی یک مثالش میارم. یک روز فاطمه مادرمو کسل شدن بیمار شدن. حضرت علی گفت زنک جان چی دلت آرزو میکنه؟ گفتم یک انار آرزو میکنه. گفتم یک انار باشه که اشتهای انار خوردن دارم. میگه حضرت علی بازار رفت میگه اوف ویا پول و مالی که ما امروز در ذخیره ها میلیون پول داریم بیچاره پول نداشتن. برفت میگه مردی کاری کرد یک تنگه یافت میگه یک انار خرید. میگه در راه اومده سادات که به خاطر خرسند کردنی فاطمه رضی الله تعالی عنها میگه در یک راه میگه یک بیمار دید که میگه خواب است. نزدیک را گفت ای گفت بنده خدا گفت اشتهای چی داره؟ گفت اشتهای انار دارم. گفتم دیدم که یک انار باشد. میگه علی گرنگ شد گفت چی کار کنم؟ فاطمه در اونجا انتظار انار است. خیر این بنده خدا انار دلش میکشد. لیکن خدا گفته است در سوره قرآن بزرگ آیتی انشاءالله سوره ضحی ولا ترد السائله خدا گفت که شما یگان کس از شما یک چیز پرسد و ناامید نکنه گفت خیر این نتیم پیش الله گناهگار میشم. خیر انار نبرم فاطمه عزیز من منتظر انار است. خیر بادا سخنی خدا افضل از سخنی فاطمه گفت میگه همون انار میگه خیر کرد. الله سبحانه و تعالی میگه به توفیل خیرش اشتهای انار میگه از فاطمه برداشت. علی تایید دستی خالی میگه خجالت به خانهش رفت که چی میگم؟ وقتی گرفت که میگه فاطمه مادرمو در خانه کار کرده است بیمار بود. دورمن گفت که ای فاطمه گفت عذر گفت میخیل اشتباهی وظیفه تو را اجرا کردن در گفت علی گفت با مجرد همون یعنی انار که دادی الله اشتهای چیه یعنی همون انار ای من برداشت من صحت شدم با ما چی همون خیری که احسانی کردی. چنان انشاءالله خدا خواهد دوست می داشتن. هرگز انشاءالله یک دیگر را آزار نمی دادن. هرگز انشاءالله حرکت میکنن که دل علی را انشاءالله خدا خواهد به درجه بالا یابن. امروز افسوس این زنهای ما و شما
این چنین خصلت و این چنین اخلاقی که دخترای پیغمبر داشت، زنهای پیغمبر داشت، امروز ندارن. افسوس. بسیار سوال میکنن ما را که برای چی امروز جدا شوی است، برای چی محبت نیست، برای چی جنگ و جنجال، برای چی خاندان ها یعنی ناتینجه است. همش باعثی از خدا و رسول خبر نداشتن ما و شما است. این چنین مردها هم زنها هم عزیزانی من از خبر نداشتن خدا و پیغمبر، حیات زنهای پیغمبر انشاءالله که در قرآن 25 پیغمبر ذکر شده از بعضی زنهاش خدا انشاءالله خدا خواهد وصف میکند. یا اینکه انشاءالله خدا خواهد وزیران محمد صلی الله علیه وسلم حیاتش باید ما خبردار باشیم عزیزان من، و خبردار باشیم و با خودمون این چیزا رو انشاءالله چکار کنیم، انشاءالله خدا خواهد سنت کنیم، انشاءالله عمل کنیم. این جنگ و جنجال، این غربت ها، این کشماکشی ها، این به محبتی ها انشاءالله خدا خواهد برهم می آورد. افسوس. اساس این نکاح چی است انشاءالله عزیزان من؟ نکاح یعنی اساسش ریشه است حیات خوب بردن است و فرزندهای صالح و نسلی صالح خوب و تازه در دنیا گذاشتن است. این نکاح رضای الله سبحانه و تعالی است. با واسطه این نکاح الله سبحانه و تعالی از ما و شما راضی می شود. حتی اینکه پیامبری بزرگوار گفتن یک نکاحی که شما میکنه گفتن از عبادت 1 ساله نماز نفل بهتر است. گفتن برای چی 1 ساله نماز نفل بهتر است؟ چون که انسان وقتی که خانه‌دار نمی شود شیطان وسواسش که میکند آخر ره دست به زنا میزند، دست به انشاءالله خدا خواهد فساد میزند، دست به گناه میزند، آخر عاقبت نزد الله هم گناهگار میشد. بدین بهترین گفتن عبادت از نماز نفل این خانه‌دار شدن یک جوان و یک دختر است که با واسطه نکاح صحیح عائله برپا میکنن. الحمدلله. بینین اساس یعنی نکاح چی است؟ یعنی گذاشتن فرزندها است، نسل دوام دادن است عزیزان من. پیغمبر گفتن که التزویج برکتون والولد رحمتون. گفتن پیغمبری بزرگوار یعنی گفتن تزویج نکاح کتی عائله برپا کردن این برکات خاندان شما است گفت، و این برکات عمر شما است گفت. به طفل این گفت شما خدا خانتان برکات میتیه گفت، عمراتون برکات میتیه، و فرزند گفت این رحمت الهی است بالای شما گفت. چون که اساس ریشه مستحکمی عائله با چی است؟ فرزند است عزیزان من. وقتی که فرزند که به دنیا می آید در او خاندان چخیلی میگن خانه با فرزند بازار است. الحمدلله این دامادم این عروسم به دفعه اون کودک با محبت چو سخت می شود، با محبت چو زیاد می شود انشاءالله خدا خواهد، و این خاندان آرامی و رشته مستحکمی انشاءالله خدا خواهد چی است؟ یعنی عائله برپا می شود عزیزانی من. برای این انشاءالله خدا قرآن دا گفت استعیذ بالله فانکحوا ما طاب لکم، گفت شما بس نکاح کنید که برای ما شما این زنها را خدا با واسطه نکاح ما شما دا حلال کرد عزیزانی من. حتی اینکه پیغمبر گفتن که بدترین جوان کدام جوانی است که بیزن است. گفتن شرارکم، بدترین جوانایی که انشاءالله خدا خواهد زن نمیگیرن، قربت زنگیری دارن، یا دخترایی که شوهر نمیکنن، این بدترین جوانا هستن عزیزان من. خانداشن انشاءالله خدا خواهد. حتی کسی که سرکشی کند، پیغمبر گفتن که النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. گفتن نکاح این سنت من است، کسی که از سنت من سرکشی کند وای امتی من نیست. کسی که گوید که من زن در کار نیست. در آقای پیغمبر علیه السلام بود 3 جوان اومد نگد پیشی که یعنی زنهای پیغمبر اومده سوال جواب میکردن زیر انشاءالله چادر. حتی اینکه انشاءالله عایشه مادرمون بعضی سوالا را میدادن. گفتن پیغمبر زن دارد؟ گفتن زن دارد. گفتن یادش گفت که من زن نمیگیرم دیگر. یادش گفت که من دیگر شب خواب نمیرم.
حتیش گفت که من دیگر روزه نمیخورم، دائم روزه که تی میگردم. 3 جوان میگه قصد کردن. وقتی که رسول الله به خانه آمد، عایشه مادام گفتن که 3 جوان اومد، گفتن از روی گفتن همین چیزا وعده کرده برفتن. رسول الله رفته هر سه یافت. این که عبدالله، عبدالرحمن، عبدالحکیم. گفت اینجا بیا بچه ها. گفت شما چیکار کرده ساده؟ کی وعده کرده؟ و تو گفته که من زن نمیگیرم. آخه من پیغمبر هستم، من 11 13 زن دارم، برای چی زن نمیگیرم؟ این سنتی من است. گفت خیلی تو گفته که شب خواب نمیرم. آخه من پیغمبرم، گاه خواب میرم گاه عبادت میکنم. هرگز تو این چیز نکی کاره. سیمش گفت که چه روز؟ من گفت پیغمبرم، گاه روزه میگیرم گاه روزه میخورم. برای همین در اسلام عزیز عموما پر روزه گرفتن مکروه است. کسی گوید که من تا دم مردنم روزه میگیرم، وای مکروه است عزیز. این ناز و نعمت خدا برای کی داد؟ این ناز و نعمت همش برای انسان است. آخه تو وشنی روزه میگیری، بعد این زن تا حق شکی ادا میکنه، آبی دهن برفته شو تاثر بعد خوره، حق چشم کی ادا میکنه؟ این چشم چی داد برای خدا؟ این ارگانیسم برای چی داد؟ روزه خدا خود پیغمبری بزرگواره بگید. من پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یک ماه در هر هفته روزه داره. دیگه جدا عشقیامند روزه باشی، طبق سنت پیغمبر کار که من دوشنبه گی پنجشنبه گی دیگه روز خوردنگی. جدا اگر میگه شاخمن باشد عالی مفتیان، روزه حضرت داود گی گفته است. من حضرت داود یک روز میخوردن یک روز میگرفتن. مرحمت یکی برای خودت ظلم نکن. سیز بالله خدا قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. انا سوره بقره 286 آیت میگه به قدر طاقتت خودت نمیگه وظیفه گیر. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. من میگه خدا تو را میگه واجب نمیکنم، در کله تو را من بار نمیکنم که فقط این کار میکنی. قدر طاقت دیده، قدر شرایط دیده میگه چیکار کن. انشاءالله خدا خواهد روزگی. قدر طاعت عبادت مثل نماز خون، قدر طاعت عبادت مثل خیر الامور اوسطها. کارهای دنیایی مثل میانه است عزیزان من. میانه کار کرد، میانه انشاءالله خدا خواهد رفتار کرد، چی در زندگی، چی در انشاءالله عبادت، چی در انشاءالله همه کار بهترینش میانه است خدا خواهد انشاءالله. من عزیزان من انشاءالله به این داماد یک چند نصیحت میکنیم. انشاءالله خدا خواهد کن که مثال ریشه ای که حیات میبردگی من امروز پدریم که بیچاره چقدر پول مال صرف کرد دارد، قدر اسمی میلیون صرف کرد، خدا خواهد امروز عروس گرفته است. قد یا دیگر بدانیم، یا دیگر اکن حرمت کنین. شما جوانا اگر هر دو انصاف کنی هیچ کس در کار نیست. اگر هر دو یا دیگر تا دوست داری یا دیگر تا محبت بندی، رزبار چیک در کار نیست. ما بینیم و تخیدم و در کار نیست. مجبور میشیم بینیام باید با بتقیم، مجبور میشیم حیات شما رو باید ارالشیم، مجبور میشیم بعد که جنگ و جنجال سیری خانت داستان میکنی در بین. ناموس هم در کار است انشاءالله. تا گرفتن خدا خود میمیریم، تا گرفتن شب و روز خانه میریم. بدی خدا خواهد گرفتن 1 هفته 2 هفته. من چندین آیلا جدا شده است. 1 مانده 15 روزنده، 2 مانده آیلا جدا شده است. خلاق چی در کاری خیلی فیره با، چی در کاری خیلی نیرنگ و دایره، قدر پولا را صرف کرد. همش اسراف حرام میشه این چیزا. اولش که فکر کن، اولش که خدا خواهد گوش کن، فکر کن. برای همین پیشین حکمای پدرها حکم بود. پیش خدا خواهد فکر میکردن، آتش اوی میکردن، آپش آتش کریشش به نکاح خوب میشید. آزی چی یافتین؟ حقوق در بچه و دختر. خواه کی که گیره چی خیلت چی نیست، بدی 1 ماه نیم بابا سر میشود. پرابلم های با زندگی سر میشد. این فلان بده، پیستان بده، فلان شده، پیستان شده، چی در کاری خیلی حیات. حالا اینکه فکر کن، خدا عقل داده. حتی در اسلام 1 بار دختر دیدن ممکنه. حتی میگه دختر بوش کشیدن هم سنت است که مبادا بوی گنده نداشته شد بعد با پشیمان شوی. بینید 1 بار او به هم جورات 1 بار بینش معقل کن انشاءالله خدا خواهد. همه طرفه همه حساب و کتاب کن تا که دخترم بیچاره خدا خواهد تنه مردم نشود.
و دخترم اندک وقت داخل این مردم همه فکری بد آباد میگشی در یک ماجرا جد میگد یا فلان بود پیستان بود کدام انسان دهنش میداری. برای این دختر داره هوشیار چین انشاءالله خدا خواهد. دخترها را تربیه خوب کنین، دخترها را تربیه های خوب کنین، معامله های خوب کنین انشاءالله. همه دخترها گپ گردون امروز اکثر جاها میگه دخترها گپ میگردن گوش نمیکند. برای چی تربیهش کردی؟ 18 سال چی دادیش؟ 18 سال در 18 روز دنیا مشهور میشه. یاد نبرار 18 روز این تمامی زنها دورمدگیش همش تروریسته، همش عیب عروس میکابد، معاملت دیده رفتار داده. چه برای چی تربیه نمیکنین؟ از خدا بترس انشاءالله خدا خواهد. پیغمبری بزرگوار بشارت داده که کسی که 3 دختر دارد دختراش خوب تربیه کند، با آداب کند، با حجاب کند، خدا ترس کند، با ناموس کند، میگه روز قیامت و با همراهی من در جنت ای. بچه ها را نگفت خدا، لیکن دخترها را گفت. بعد حساب ما یک دختر داشته باشیم چی؟ یک دختر داشته باشیم خوب تربیهش که گفت انشاءالله با حجابش کن، طاعت کننده عبادت کنندش کن، با یک پیش مردم با یک خدا خواهد آبرو برار با شوهر بتش تو جنتی هستی. عزیزان من امروز دختر تربیه کردن بسیار مشکل شد. این بدبختای جوانای شیطان صفت امروز اکثر دخترها را با واسطه تلفن با واسطه انشاءالله دیگر فریب دارن. از خدا نمیترسن. از خدا بترس عزیزی من. انشاءالله چی کنی همون معامله را خدا خواهد میگیری از کودکات. بعد پشیمان میشه. این جهان کو از فعل ما ندا، باز می آید سوی ما عکسی صدا. امروز زنها شکایت دارن، یه روز از زن شکایت داره که شوهر من دائم میزند. یک حکایت را خواندم بینین عزیزان من. یک میگه مرد است فقط زنش میزده است، دروغ بهانه ها کتی. یه روز یک دخترچه دارد میگه و دخترچهش میگن مردک سخنهای شیرین کتی، با یک محبت صحبت داشت. و زن گفت که میگد مردک جان همین فقط دختر مکلان میشود و شوهر میتی میشه. خوب گفت زن گفت به شوهر میتی میشه. مبادا برا و همون داماد گفت همین دختری ما را لط کند بزند. شما چی میگه؟ بعد گفت رفتم میکشمش. گفت که مردک جان گفت منم دختری کس هستم، برای چی من قطع آزار میدی؟ برای یک دخترت میسوزی لیکن برای من چون نمیسوزی. بینید عزیزان من ما خیال میکنیم که خدا خواهد زن یک رابط است. نه، زن امانت است. حتی شب معراج پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم خدا گفت من زنها را برای شما امانت دادم. امانتی من نگفت خیانت نکه ای محمد صلی الله علیه و سلم. یک چند نصیحتی که کردن یکیش عزیزانی من همین است. گفت زنم من برای تو گفت محمد امانت دادم. امانت نه خیانت، نه که امانت خیانت چی است میدانین؟ خیانت ناحق لط کردنی زن است. یکیش بے نفقه موندنی زن است. من اکثر جوانا راستی رفته سادیان پرینسیپ کردن پلشونه میفرسونن بیچاره ها را. چند تا شکایت دارد پلشون نمیفرسونن، تلفنشون نمیکنن، وعده‌های دروغ میتین منافق که من میرم البته زندگی رو تامین میکنم، میرم پولت میفرسونم، میرم فلان میکنم، لیکن فریبش میکند. از بی نفقه موندن انشاءالله این خیانت است نزد الله حق سبحانه و تعالی. ببین بی لباس موندن خیانت است عزیزان من. آخی میگه که زنم در خانه بشینه. آخی برای خانه شیشتن شرایط چکرته. در اسلام عزیز مرد زن میپاید، زن مرد نه عزیزانی من. گفتم فردوسی بزرگ زنها را بس از یک هنر نشینن در خانه و زاین شیرانی نر. آخی در خواهند که شیشتنه که آرزو میکنی نفقه کت یک تامینش که من پیغمبری بزرگوار فاطمه مادرمون علی دادند بدی دادن سحر اومده خبرشو گرفتن دروازش طرفی میگه راستن فاطمه شوندن طرفی چپن حضرت علی شوندن یگان خیرشه یگان پول یگان چیز پدرکن آورد پیغمبری بزرگوار سخنی مبارک آورد. گفت که گفت ای گفت علی میدانی گفت وظیفه تو چی است؟ وظیفه تو گفت از بیرون تامین کردن خاندان است.
تو گفت نفقه را میکشی، گفت تو میپایی، گفت زن تا گفت تو از بیرون گفت خداواری ها که گفت تامین کردن وظیفه ایت است. فاطمه گفت جانی من، گفت دختری من، این بهترین شیرین دخترشو فاطمه بود. میدانی گفت وظیفه تو چی است؟ وظیفه تو فرزند زاییدن است، وظیفه تو در درون خانه خدمت علی را بجا آوردن است. گفت دختری جان، گفت تو وظیفه های خودت بدون، تو علی گفت وظیفه ها تا بدون، دنیا گفت روشن می شود، حیات گفت شیرین می شود. ببینین ما هم انشاءالله خدا دخترامونه وقتی که به شوهر میدادگی باشیم طبق سنت پیغمبری بزرگوار شنانیم و یک به یک وظیفه هایی که در پیش است بگویم. عزیزان من بگو در خاندان رفتیم کار کن، خدمت کن، حرمت کن، عزت کن، انشاءالله خدا خواست آبرو میابی. بگو دختراتون خدا خواست گپ گردون نشو، گو بدفعل نشو، گو بد اخلاق نشو. گو دخترم، یک زن میگه دخترش نصیحت کرده، میگه دخترم جان دخترم امروز تو حیات دیگر است، تو دیگر محیط میروی و تو دیگر در عالم که زندگی میکنی، تو در خانه ما حتی مهمان هستی. دخترم تو مهمان هستی، تو مهمانی تا یاد نبرار. تو یک ساعتی معینی وقتت میمونن، یک ساعت دو ساعت میآیه همچی یک مهمان. اگه خانه اصلی تو همون خانه شوهرت است. دخترم مستحکم انشاءالله خدا خواهد بخپ همونجا را. حتی آن نصیحت که مبادا اگر یگان خطاها شود دختر جان بگو عذر، که سری خمه شمشیر نبرید است، عذر گو، عذر وقتی گفت از خوشنامنت پرس، گفت ای خسرت پرس، از گفت دامادم، گفت ای بچه‌مو، گفت عذر پرس، گفت خدا خواهد انشاءالله. یگان چیزم شکنیم شکستمی و ای دیگر اکن بوتون نمیشه. گفت چیکار کن؟ عذر پرس. گفت که ای گفت میبخشی. گفت خاله جان خیلی پیاله شکست آخی، یک تا پیاله از پیاله میمونم انشاءالله خدا خواهد میبخشید. گفت سرخم که گفت و لبیک گفت نه، گفت یادگیر. گفت مبادا فیرادت کنن لبیک گفت جانی. گفت مادر خدمت شما هستیم. دائم گفت گپ گردون نشو، خرگین نشو در اون خاندان، مثل خانه خدامو زیبا زندگی کن. گفت انشاءالله خدا خواهد انشاءالله گفت برکات میابی. البته گفت داماد شوهر تا گفت حرمت کن، شوهر تا گفت انشاءالله خدمت چه بکن. شوهر چی وظیفه که میتیاد؟ زنهای خوب از سه خصلت چه گفتیم پیغمبری بزرگوار. یکیش میگد مرد وقتی که در چهره زن بیند خرسند شود. از چی؟ چهره شکوفا، یعنی تو قواقین نشو. گرچه خدا خواهد انشاءالله معما در خانه داریم، نه که زرته یعنی قهر و جهل تا به مردم بیگانه نکن. بعد شوهرت کردی همون خانه نگوش که با برمدی خسر و خوشدامن کردی با همون خنده ها با همون چقچق دوام دادنگی. گفت که بعد مردی که گفت از چهره زنش خرسند می شود، دیده خواه شاد می شود. بینه من در راه پیامبر وقتی که مردش از کوچه می اومده دوید رفته پیشی دست یا بوسه میکرد. این سنته. کدام زنی ما شما کردیم روزگو کنی که کدام زنی شما من مسجد رفته ساعت یکسری نماز خونه یا که ای شلاسی اومدی دیگه اومدی یگان بار پیشی دست بوسه کرده نمیکند، چون که باید نمیخواد سنت زنده کنه و نمیخواد که انشاءالله خدا خواهد با واسطه شما جنت برود. یکی دیگری که زنهای خوب گفت مردش که چی فرمانش میکرد اطاعت کند. گفت انشاءالله خدا خواهد اطاعت کردن زن به مرد واجب است. عزیزان من از این نقطه شریعت اسلام واجب است، واجبات اسلام است. گناهگار میشد کدام زنی که وقتی که شوهرش به یگان کار امرش میکند به یگان کار انشاءالله میفرمایش نکند، انشاءالله خدا خواهد چی میشد؟ وای گناهگار میشد. عزیزان من اطاعت که گفت این زنی خوب خدا خواهد دائم باید که اطاعت کار باشد، دائم انشاءالله لبیک گو باشد، دائم انشاءالله خدا خواهد شوهر میکنگی همون زنه یاد نبرا چی میکند همون زن میکند، بخاک یک سونت بکند، آبرو تا میرزوند، بین مردم شرمندت بکند همون زن است. عزیزانی من باید زن انشاءالله وظیفه های خودش اجرا کند، وظیفه های خودش انشاءالله بدوند و از الله حق سبحانه و تعالی انشاءالله بترسد. پیغمبر بزرگی کدام زنی که گفتن 5 وقت نماز میخوند، روزه ماه شریف رمضان هم میگیرد،
خودش از نامحرمان مردای بیگانه نگاه می‌دارد و خدمت شوهرش میکند. از 8 در جنتی که کدامش بخواهد الله انشاءالله خدا خود داخلش میکند. کدام دروازه بخواهد، خواهد یکمش، خواهد دویمش، خواهد سهمش، خواهد هشتمش، کدام دروازه که انتخاب کند الله سبحانه و تعالی چیکارش میکند؟ داخل همون جنتش میکند. اگر این 4 وظیفه که موندگی است انشاءالله خدا خود اجرا کند. البته انشاءالله 5 وقت نماز عروس و داماد خوانین انشاءالله خدا خود. نمازها را در وقتش ادا کنین انشاءالله خدا خود. عبادت در وقتش کنین و خدمت یکدیگر و خدمت خسر و خوشتامن یکدیگر خدا خواهد به واسطه طاعت عبادت کنین انشاءالله سعادت خدا خواهد 2 دنیا نمیرسین. سعادت این دنیا هم و آخرت هم انشاءالله خدا خواهد. من در حق خدا خواهد سوره ماعونه بعضی مسائلی که مهم است، چون که ما اکثر وقت درباره زنها خدا خواهد صحبت کردیم داماد و نن درباره خدا خواهد انشاءالله حق ماعونه که سوره ماعونه 7 چیز است و شما عزیزان قصه باشم انشاءالله خدا خواهد میرسونم، چون که این مسئله انشاءالله خدا خواهد مهم است، مسئله که خدا خواهد انشاءالله در عمل انشاءالله عیناً اجرا کننده است. سوره ماعونه محترم جماعت 107 آیت خدا خواهد قرآنی عظیم الشان است. الحمدلله 107 از 7 آیت انشاءالله عبارت است و 7 چیز انشاءالله خدا خواهد ما و شما توصیه دادگی است الله سبحانه و تعالی. استعیذ بالله ارایت الذی یکذب بالدین. یک من که آیا خبر تیم گفت ای محمد ترا گفت خبر همین که گفت البته روز قیامت گفت دروغ میشمارند. نعمتهای پروردگار دیده من ما شما نعمتهایی که امروز خورده سادیم شکر نمیکنیم انشاءالله خدا خواهد. این فقط به زبان شکر کردن، لکن شکرش 5 وقت نماز است عزیزانی من. نماز بامداد که خوندی تا پیشین چی میشود؟ شکر انشاءالله خدا خواهد نعمت میشود. پیشین خوندی تا عصر خوردگی ناز و نعمتات، هوایی کشیدگی، این همش عطیه از الله سبحانه و تعالی است. این هوا را کی دیگه میکند؟ این هوا را برای شما کی ساز میکند؟ این انشاءالله خدا خواهد اعضاهایی که نعمتهایی که داده است عزیزانی من، این باید که انشاءالله شکرانه داشته باشد. و دویم چیزی که خدا خواهد انسان روز قیامت باوری نمیکرد است. آیا خبر تیم گفت که انسان های هستن که بعض نمازخوان های بودن که قیامت باور نداشته، قیامت دروغ میشنوده، نعوذ بالله من ذالک. کسی که نماز خوانی و قیامت دروغ گویی، جنت دروغ گویی، دوزخ دروغ گویی، پلیس صراط دروغ گویی، یا که خدا خواهد روز قیامت نامه اعمال دادنش، محشرگاه، حساب و کتاب، این چیزا را اگر دروغ گویی الله سبحانه و تعالی خدا خواهد نماز تقبل نمیکند. گفتن روز قیامت حساب کتابه، جنت دوزخ گفتن خبراش چیکار میکنن؟ دروغ میشمارن. این گفتن انسان ارایت الذی یکذب بالدین، تکذیب میدارن، دروغ میدارن، میگه روز قیامت ببینین یا نمی. فذلک الذی یدعو الیتیم. دویم خصلتی که برای ما شما است، یتیما را میگه انشاءالله خدا خواهد بد میبینن. یتیمان را میگه انشاءالله خدا خواهد طعام نمیتین. بعضی شنیده سیم بعضی یتیما را خانه هاش نکشیده گرفته سادیان یا نمی. بعضی یتیمان هم مالهاشون هم محترم جماعت دوزیده خورده سادیان. این حرام است انشاءالله. این از گوشت خوگنم بدتر است. کسی که کفیل همون انشاءالله خدا خواهد یعنی یتیم می شود تا سن بلاغت رسیدنش و یتیم حساب بشده است. وقتی که بلاغت نکی رسید از یتیمی می براید وی تا هوا چی قدر مال دنیایی که میتین همون کفیلنده باید خیانت نکند. بدت عزیزانی من باید خیانت نکره. همون چی قدر پول است، چی قدر چیز است، تا انشاءالله عقلی به وجود اومدن، عقلش دور اومدن، باید همون پولا را قبیده بستد عزیزانی من. میتواند فقط همون کودک نه صرف کند از همون پول، بخوروند، بپوشوند، لباس پوشوند، دیگر لیکن خودش استفاده باید نبرد. حرام بدست. والا یهوز یتیما را گفت اینا گفت تحقیر میکنن، گفت خدا بعد میبینن ولا یحض علی طعام المسکین، و این خداشون هم مسکینان را خیر و احسان نمیکنن.
و دیگر آدمان هم ترغیب نمیکنن. خدا میگه که خودش نمیتیه، بیچاره ها مثال مسکینا در محله هستن خودش یکم نمیتیاد، دویم دیگرها را ترغیب هم نمیکنه که بته. نمیگه که آخه اون بیچاره کم بغل من دنتش، همون بیچاره نه خدا خواهد بتش، همون یتیم دتش، همون مسکین، همون کم بغل، همون انشاءالله خدا خواهد بیوه و بیچاره ها هستن که در بین ما شما زندگی میکنن. هوایان نمیگه ترغیب نمیبرد. بینید بخیل آدم باید که انشاءالله خدا خواهد خیر احسان و همش باید برای کم بغل ها باشد. افسوس من امروز توی میکنیم ما شما توی و مثال مراسم ها میکنیم با همون بایا خدا خواهد بهترین ما زنده، با همون کم بغلک ها و بیچاره و همون سری دیگنک گجای نمیگه بلا که بتیش میگه بمونیش یا نمی یا حقیقت نیست انشاءالله. حالا اینکه خدا خواهد توی برای کم بغل هست، برای بیچاره هستن که یک روز باشدم شکمکاش انشاءالله سیر شود، یک روز باشدم از عذاب گشنگی، از عذاب تشنگی اون انشاءالله و یا فارغ شود. ببینید ولا یحض علی طعام المسکین. خدا گفت که وای بر حال آنانه که وای گفتگی چیز میدانی چی است؟ دوزخ است. وای بر حال آنانه که این سه اخلاقی که در بالا ذکر کردیم. خدا در دام آیت میگه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای باد، دوزخ باد برای شخصانی که دیده و دونستن نماز قضا میکنند، میدوند فرض الهی نماز خوانده میتوند، لکن به طفل کارش و به طفل دنیاش نماز پیشین ترک میکند. نماز اصل یا بامداد نمیخیزد یا که نماز خفتن نمیخوند. این چی است؟ وای بر حال آنانه که او به نماز همون حالی خودش نماز خون شده، دیده و دونسته نماز قضا میکنگی، دیده و دونسته نماز ترک میکنگی. الله سبحانه و تعالی این وعید سخت داده ساده. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. ساهون معناش غافل میمونند، بے پروا است. خودش گویا که نماز خوان خوشی بیاد میخوند، خوش نبیاد نمیخوند. وای بر حالش انشاءالله خدا خواهد. برای یک نماز قصدن کردن 80 سال در دوزخ میسوزی. من ترک الصلاة متعمدا بقی فی النار الحقبه 80 سنه. کسی که دیده و دونسته نمازت خنی ترک میکنه، دیده و دونسته نماز قصدن نمیخونه، حقبش 80 سال است. عزیزانی من از خدا بترس انشاءالله. نماز خوان شوی ارگی نشو انشاءالله خدا خواهد. نماز که سر کردی تا دم مردنت انشاءالله خدا خواهد. نماز نه آتپسکه گفتگی چیز نیست، دم گفتگی چیز نیست عزیزانی من دیگر عبادت ها نه هست. من خدا خواهد بدی خدا خواهد 26-27 روز بعد روزه ماه شریفی رمضان می آید و این عذر پیدا شد خدا اجازت داده گه کسا شوی میخری روزته. بینید شانسه که خدا به ما شما داد. بیمار باشی، حامله دار، یا که بچه شیرخواره دارد، یا که مسافر حق دارد میگد روزه ها را چکا کند بخورد. لیکن نماز نه عذر نیست عزیزانی من، هاره نشو. نماز نه یگان کس نه عذر نیست. حتی بابای صوفی علیه در کتاب مسلکش یک تا حکایه میارن، اینا هم بسیار گفتگی هستم با تاکیدش کنیم گناه نیست انشاءالله. میگد یک زن است، میگد یک زن میگد حامله داره، وقتی زادن سر شد نماز پیشین دور بد. من نماز پیشین دور من میگد وقتی زادن سر شد چی کار کند؟ آید او زن نماز ترک کنم یا بخونم؟ من مسئله بینیم بابای صوفی علیه گفتیم که در کتاب این مسلک متقین شو گفتیم برای همون زن یک چقریچه کابین بالای همون چقریچه بشیند. بینین حتی میگن نیمی فرزن برمده است، از میان گم بالاش برمده است، حالی ویش درن ایستاده است. نماز ترک کند میگد چقریچه کابین بالای هوای بشیند و الله اکبر نمازی پیشین سر کند. مبادا کودک اگر به دنیا بیاید تا اینکه آسیب نیابد. بینین که که فرزن روی دنیا که اومد بعد اومدنش 40 روز نماز از گردن زن ساقط می شود، ایلا ساقط نمیشه. بینین عزیزانی من این خیلی مسئله بودن. ما چقدر فتوا میتیم، ما چقدر دیده و دونستن
عروسام از نماز مونده سده خدا نمیترسی دیده و دونسته نماز نخون تا یک تا دو تا بچه یا بعضا بچه دار میشده است 2 سال و 3 سال تا کلان شده نه نماز نمیخواه بچه میمیزد چیزا مرسا میکند یک کف آب تازه میکند این عذر نمیشود زنها 2 تا عذر از خلاص دیگرش الا پیش الله جواب میتید یک تاش خدا خواهد هر سال همون کسلی بیماری که این حیض میگن از 3 روز تا 10 روز میشود تمام دیگر وقت با نماز سر میکند آب بازی کرد و یکی دیگرش فرزند به دنیا میارد یکم شنه 40 روز است دوم سوم شنه در 1 روز قاق شود اگر عبادت چه میکند خیال نکنه که 10 تا بچه کند و 40 روزی خدا خواهد نه دوم فرزند سوم فرزند اگر در 3 روز خاک شود آبادی شکر با جاگه خوابش با نماز عبادت این در یکمش فقط 40 روزه خلاص دیگه همش 3 روز 2 روز نخاک شد با عبادت چه میکند عزیزان من از خدا بترسین ان شاء الله خدا خواهد الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وای میگه دوزخ بود برای کسانی که برای ریا میکند مثال محلا دیگه یک کار میشه و میگن که از همین محله میگه یک 5 دستمین پرتاین در پیش آدمان به یک پچکه خدا خواهد پول میکشد و منه یا که در پیش آدمان خدا خواهد تعریف کرد میگردد من فلان کردم پیسلان کردم یا که نماز خدا خواهد فرض الهیه در خانهش نمیخوند در خدا خواهد مسجد اومده گویا که جمعه باید نماز نخونه بعد یا که در 1 سال 1 بار نماز به روز به همون نماز خدا خواهد انشاءالله تو مسخره بازی خلاصه تو خدا میگی خیال میکنی فیلم میکنم انشاءالله خدا خواهد ریا کشید شرک میشه ریا و شرک کن ریا نکن انشاءالله خدا خواهد ریا خود نشونتی من تعریف کنن من خدا خواهد آدم خوب شده بود من پولدار شده بود یعنی نماز خوش شده بود نماز برای الله خود انشاءالله خدا خواهد هر خیری که میکنی برای الله نباشد اجر و مکافات ندارد عزیزان من و یمنعون الماعون یکی دیگرش وای بر حال آنانه که یعنی حق ماعونه موقتی اشیای خانگی را من نکنن اگر همسایت بیل گوید تبار گوید علاب گوید نان گوید پول گوید شیر گوید همه چیزی که خدا خواهد انشاءالله میگن دیگو دیگر کفگیر و دیگر وقتی اینچه دادن انشاءالله اشیای خواجگی ماعون میگن با اون حق کسی من میکند جا دوزخ است عزیزان من ولی بعضا میگه که ما را هم میتیش سهر تیشه از خودش کرده گرفتش یا که شکستش یا خیر کند تا قیامت ثوابش بر شما گناهش در بالا و نستش دن بگیرد دادن بگیر انشاءالله خدا خواهد این بخیلا پیدا شدن اینا اسلام باور میکنه دورهای شوروی هر یک خاندان با همسایش دریچه داشت شوروی در اسلام ضعیف بود لکن محبت مردم با اسلام و قرآن با الله برم بود باور میکنه هر یک خانه دریچه داشتن نان میبست میدادن بیگانی افکاد میکرد میداد چیز میداد امروز خدا خواهد ما بیتانش کپرت دافتیر بکن گور دوری هم همسایه میگه نبینیم شم در کتاب خونده میگه یک آدم یک همسایه گفت میگه و گفت که من با تو چقدر همسایه هستم آخه گفت همین فقیری تو با فقیری من یک جای آب گرفتیم از همین جهت ما همسایه هستیم بینیم فقیرت با فقیری من دوستی داره ولی بعضی خانه اون نداره اگر ما چکا میکریم این پاش خشکه این وی ولی واجبات اسلام او دادن یعنی تشنه واجبه و برای خاندان تو فساد نمیاره خانه تو کساد نمیاره وقتی که محتاج شد آبش میتی محتاجت پولش میتی محتاج شیرش میتی محتاجت خدا خواهد همه اشیای خانگی را وقتی اینچه داده سواده بودن آریت من خدا افتست وای بر حالت اگر تین سمان کنی نتی همسایت که تی لعنت کنی هم جا دوزخه 7 گروه آدم ها جا دوزخه یکی همسایه با همسایه میگد اگر مبادا نباشد و در سفر باشد زنا کند همسایه را زنش فن کند بدبختی خدا زده بیچاره وای در شهر مسافر است این همسایه بدبخت این همسایه را اگر میگد این کار کند خدا نمیبخشد ولا یزکیهم خدا پاکت نمیکنه گناه تا نمیبخشد حتی یلعنه میگه حتی اینکه همسایه لعنت کنه میگه همسایه که چنان مهربانده اسلامی عزیز است
پیغمبری بزرگان محمد صلی الله علیه و همسایه‌اش یهودا بودن، همسایه‌اش دشمنای اشدی بودن. پیغمبری بزرگان محمد علیه السلام چی میکرد؟ معاملش نمیکرد. با میدرمت بیمار میشید تمام آن اهل یهود و یهودا را بیماراش محمد خبر میگرفت. میرفت میپرسیدش، همسایه‌اش یهودی بود. وقتی که فاطمه مادام علی ده میدادگی شد دورمت پرسید، گفت که ای گفت همسایه، گفت من همین فاطمه را علی ده میتیم، تو چی میگوی؟ گفت من چی میپرسی؟ دینی من دیگه باشه، دین تو دیگه باشه؟ نه گفت خدا من گفت تاکید داره که الجار و بالجار، همسایه همسایه نشار شد. میگه دوست انسان بخد اومد گفت که جانم فدای همه دین باد، همون الله باد که برای یک منی بدبخت تره پیشی من گسیر کنه. بین برای یک منی ایمان تره خدا تاکید کنه که همسایت نگه کن. حتی رسول گفتن که صحابه میگن که شما افقاد میکنه اوی شرباتون زیادتر اندازه، مقصد یک کاسه همسایت نبته. حتی بار میکنه میوه می آوردیم از بازار، یک دو میوه باید که بتیم، تربوز میاره میخدا خواهد نیم پرش بتیم. این تأکید اسلام است عزیزانی من. حتی کافر باشد ما امروز کافرها را طعنه نکن خدا خواهد، حتی کافر همسایت باشد نیم لو حق دارد، نیم کاسه حق دارد. تو برای کافریش من کردن نمیتونی خدا خواهد انشاءالله میفهمانیش. ما و شما مبارزه بریم، ما و شما معامله های خوب کنیم، اون انشاءالله خدا خواهد و یا ایمان بیارن. شاید که از رفتار و گفتاری ما و شما شده اسلام عزیز نمشرف شان. عزیزانی من وقت هم شده است خدا خواهد انشاءالله صحبت کنیم، صحبت بسیار است عزیزانی من. انشاءالله الله سبحانه و تعالی روزی خدا خواهد انشاءالله با فرصت دیت یگان خدا خواهد محفل می شود یا که در مسجدها با صحبت ها را خدا خواهد ادامه میتیم انشاءالله خدا خواهد. عزیزانی من آخرین میگفتگی سخنی ما چخیلی که و رسول الله در دمی وفات کردنشون نصیحت کردن که به نماز هوشیار شوین، نماز انشاءالله خدا خواهد 5 وقت ادا کنین عزیزانی من. و دین رسول الله وصیت کردن که زردها را امانت است، امانت نگه دارین عزیزانی من. انشاءالله بین زندگی های خوب کنیم انشاءالله خدا خواهد، بین معامله های خوب کنیم، رفتار و گفتاری خوب کنیم انشاءالله، آیله ها را تینش کنیم. عیناً موی سفیدا کمپیرها انشاءالله مادرها به نصیحت کردنی جوانات دائم زبانات نکشاید، دائم اکن انشاءالله خدا خواهد. اکثری وقت مونه هیچ نباشد در خانه مو یک 3 محل است می 2 محل است بالای دستارخوان میشنیم، از پند و نصیحت خدا خواهد انشاءالله زبان کنده نکنیم. چون که پیغمبر روزان که دین و نصیحتون، دین خودش نصیحت است. یک جوان اومد میگه از پیش گفت یا محمد دین چیست؟ یعنی گفتن نصیحت است و حسن خوب با خلق است. گفت از راست اومد، از چپ اومد، از عقب اومد، از پیش اومد. دین وقتی که بسید گفت یعنی دین نصیحت است و اخلاق خوب کردن با خلق است. انشاءالله خدا خواهد با این مردم ها اخلاقای خوب و رفتار و گفتارهای خوب کنیم. شاید آیسته آیسته مردم ها هم انشاءالله نسبت اسلام، نسبت قرآن دلاشو گرم شود و نسبت قرآن اسلام محبتشو زیاد شود. عزیزانی من امروز گنده نیست، اکثر جوانای ما شما الحمدلله و سوی روی طاعت عبادت اومدن الحمدلله. پیشتر اگر 10 سال 20 سال پیش به عرق توی نمیشد یا اینکه به اختلاف مرد و زن نبود، امروز جوانا درک کردن الحمدلله سخنی خدا پیغمبر انشاءالله در خاندانش گفته سادیان این انشاءالله رحمت الهی است و رحمت انشاءالله پروردگار در کجای خاندانی که میگه قال الله و قال رسول الله باشه، سخنی ائمه های دین باشه، در اونجا انشاءالله خدا خود رحمتی پروردگار است، در اونجا رحمت اولاد و اجدادان ما شما. چون که از این همه مینتدار میشد، همه صاحب این خانه را تشکر و رحمت انشاءالله خدا خواهد و آفرین گفته انشاءالله خدا خواهد. دعای خوب کردی این موضوع انشاءالله تر وقتی که گناه باشه چی در اینجا فقط حقارت، در اینجا دل آزاری یا دیگر زنزنک جنگ، فقط انشاءالله صاحبی توی چی میگن بعد دنی با لعنتش میکنن، با از خاندانش نفرت میکنن. بین امروز الحمدلله این روزهایی که خدا به ما و شما مناسب دید، این ساعتهایی که شما خدا ما و شما را مناسب دید، شکرگزار باشیم. انس ابن مالک پیامبر گفتن که خدا از بنده ها چی دوست میداره؟ وقتی که ناز و نعمت میخوره و الحمدلله رب العالمین گوه.
وقتی که انشاءالله ناز و نعمت میخری با خدا شکرانه که انشاءالله خدا خواهد این ناز و نعمتی که الله داده است به این شوخی نکنیم انشاءالله، به اکونومیک زندگی انشاءالله بلند کنیم، بسیار صرف نکنیم انشاءالله خدا خواهد، خوش رو بخوریم، خوش رو بپوشیم، عادی ترین زندگی ها کنیم انشاءالله خدا خواهد و این دنیایی که خدا داده است از این استفاده بردم با طاعت و با عبادت انشاءالله این عمرای عزیز انشاءالله خدا خواهد با آخر رسونیم و در اینجا خدا خواهد یک رشته سخن با قرآن میدیم انشاءالله قاریای محترم یک قرآن تلاوت میکنن و انشاءالله در حقیق خاندان دعا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. بخشیدیم صاحب ثمره های آیات های کلام ربانی را و رضای حق سبحانه و تعالی خصوصا برهان جناب سرور عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و برهان جمیع گذشتگان این منزل و مکان، بی کسان، بیچارگان، دور افتادگان، غریبان، شهیدان، خصوصا هم اهل جماعت، همی اهل خاندان ما درشنم خدا ناخود تاریخ رحمت شایسته جنت بگردانی. ای پاک و پروردگارا آنچه خیر احسان کرن خدا آنها به درگاه خود قبول نمای سایبانی آخرت بگردانی. در این خاندان همیشه تینجی، آرامی، خاطر جمعی، تنسیتی، فیض و برکات عطا نمایی و هم دو نوجوانی که عقد نکاح شدن خدا آنها بین آنها محبت پیدا نمایی. در آینده فرزندهای صالح و صالحه از قضای غیب خودت الها کرامت نمایی و چون روزی شادی خرسندی را الها با کل خاندان ما نصیبه بداری. اللهم تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا